مادرای ما اینطور فرزندا رو تربیت کنند، فرزند بزدل، فرزند ترسو، فرزندی که کنار بازی های کامپیوتری وحشتناک طوری داره بازی میکنه که شلوارش خیس میکنه. این میخواد تاریخ بسازه، این میخواد آینده بر امت رقم بزنه. همین بچه است که اگه دستشویش تو حیات باشه باید 10 نفر اسکورتش کنن تا بره بیرون رو بیاریم. میخواد چیکار کنه؟ ما جوان 16-17 ساله داشتیم که امپراتوری میگردونده. 16-17 سال، نه پادشاه، شاهنشاه، امپراتور بر بخش اعظمی از دنیا حکومت میکرده. جوان 16-17 ساله ما امروز غرب از این میترسن که اینطور جوانان تو امت پیدا بشه. همین الان میبینید مجاهدان فلسطین خواب از چشم همین ابرقدرت ها با همه اسلحه‌هاشون خواب از چشماشون بردن. بیدار شد.